سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال صفا گیم. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه آموزش دیگه به شما که چجوری گان مورد نظرتون رو دایموند کنید. بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، برای اینکه دایموند کنید اول میریم داخل بخش حالا مولتی. میتونید بتل هم برید. گان مورد نظر، مثلا من الان دارم روی گان لوکاس، اسنایپ لوکاس دارم این میکنم، دایموندش میکنم و سخته بچه. دایموند کردن کمی سخته ولی گلد کردن میتونه آسون باشه. باید چندین ساعت این بشه اوکی بشه برای گلد کردنش، ولی برای دایموند کردن ممکنه چند روز یا مثلا یه ماه، اگر بازی نکنی یه ماه یا تا 2 هفته طول میکشه تا دایموندش کنی. این روزا هم چمپیونشیپه، من کلا با لوکاس بازی نکردم. خب اول بریم ببینیم چجوری باید این مراحلی که بهمون میده برای دایموند کردن گان چجوری باید فعال کنیم. بچه شما ببینید، برای باز کردن همه اینا اسمشون رو رفته این رنگ، آقا ما میگیم رنگ. خب برای باز کردن این رنگ ها یه چالش هایی بهتون میده. اون چالش ها رو اگر انجام بدین میای اینجا گلد رو بهتون میده. اگر همه اینا از چند تا 6 تا این 6 تا دستن از هر کدوم 10 تا رنگ هست، یعنی 60 تا کلا رنگ. این برای هر دسته یه چالش مختلف داره. مثلا بدون اتچمنت برو بازی کن، اینا برات دونه دونه. مثلا بدون اتچمنت 60 تا انمی بکش، اینجوریه. خب اینا رو که انجام دادیم، اینا که کامل کلا همشون رو باز کردیم، براتون این قسمت ها باز میشه. قسمت اسپشیال براتون باز میشه. وقتی کل اونا رو تموم کردیم باز کردین، گلد رو بهتون میده. ولی برای دایموند حالا ممکنه چالش ها متفاوت باشه، همه چالش ها یکی نباشه، حتی برای این رنگ ها. برای دایموند کردن نگاه کن، بهم گفته داخل هر یه دستی که میخوای یا هر مچی که بازی میکنی باید با این گان 10 نفر رو بکشی. یعنی اگر داخل اون مچی که بازی میکنی 10 نفر رو نکشی براتون حسابش نمیکنه. که من 15 بار داخل 15 مچ 10 نفر رو کشتم. و اینکه حالا گفتیم طول میکشه و فلان و اینا، چیکار کنیم که زودتر بمون این چیکار کنیم که زودتر بمون بده. میاد داره داخل بخش مولتی، حالا میذارید روی تیم دسمچ. تیم دسمچ یه بازی که 5 تا الی 10 دقیقه بیشتر طول بکشه. خب میای داخل تیم دسمچ، اینجا مپتون رو میذارید روی اسمش یادم رفت، شیپمنت میارید روی این میذارید. برای اسنایپ و حالا گانای مختلف، برای هر گانی میشه این کار رو انجام داد. تقریبا خیلی آسونه اگر بازی کنید. حالا من برای چمپیونشیپ هنوز با اسنایپ هم کلا بازی نمی‌کنم. خیلی آسونه. این هم چون مپ کوچیکیه اینو انتخاب کنید، وگرنه هر مپ دیگه میشه، نگران نباشید. و اوکی هم میزنیم دیگه، میرید راحت بازی میکنید، چالش ها رو انجام میدید، دایموند هم بهتون میده. و حالا شاید بگید دایموند به چه میخوره بچه. این گان اپیک و اینا اونا نیست. دایموند چجوری بگم، بذارید بیاد اینترنت یکم بده. ببینید میاد اینجا، مثلا کسی داره میاد میبینه کانالتون، میاد میبینه مثلا چجوریه اینتون، اسمش چی بود، اکانتتون. اینجا ببینید میاد اینجاها رو نگاه میکنه، اینجاها رو که نه. ببینید میاد اینجا میبینه چی دایموند کردی، یه جور میشه گنو افتخار دیگه. ببینید بچه ها، میاد میبینه مثلا من گلد فقط همین لوکاس رو گلد کردم. یا مثلا میتونید بیاید اینجا ازش استفاده کنید که من گلدش رو گذاشتم، ولی خب اینو عوض میکنیم
اسنایپ لوکاس اینشو میتونم بذارم. خب قشنگتره. اینجا فقط برای قشنگی، برای اینکه قدرت و اینا نیست، اون برای بازیه. خب این بود کلا آموزشش، این بود و به همین درد میخوره و کلا ظاهر قشنگتری به نماتون میده، ارزشش هم بالاتر میتونه ببره. مثلا اگر یه DLQ33 لجند داشته باشید، اونو اسنایپشو دایموند کنید خیلی زیبا میشه. و کلا اون باگ هم رفته که مثلا میخواستید یه اسنایپ، حالا هر گان دایموندی که داشتید بهش اتچمنت میخواستید بزنید، اتچمنت دایموند نمیشد، اون باگ رفته. الان کلا هر چی بزنید بازم مثلا ممکن که نه اتچمنتتون دیگه دایموند میشه. این بود. یه دقیقه ببخشید، انگار گردونه 117 اومده، خیلی منتظر شد. این که VMPه. این هم که نه بچه ها حواسم نبود. خب کلا این بود آموزش. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. باز اول ویدیو یادم رفت بهتون بگم این کارا رو انجام بدید دیگه. خودتون باید بدونید چه موقع انجام بدید چه موقع انجام ندید. امیدوارم دوباره از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا این ویدیو دیگه، خداحافظ.